با وجود گوشی‌هایی که دوربینای خیلی حرفه‌ای دارن تو بازار، الان این سوال هی داره پررنگ‌تر و پررنگ‌تر میشه. من خودم جزو کساییم که وقتی شروع کردم گوشی‌های با دوربینای خوب نبود، وجود نداشت و خب ما مجبوری از دوربین شروع کردیم. ولی الان کسی که میخواد شروع بکنه دو تا گزینه داره، موبایل بخره یا دوربین بخره. سلام رفقا، چطورین؟ من حسام بختیارزاده‌ام. یک سوالی که زیاد از من میپرسین توی کامنت‌ها، توی ایمیل، توی دایرکت اینستاگرام اینه که شما میخواین فرضاً شروع بکنین کار تولید محتوا رو، کار عکاسی و بیشتر در مورد ویدیو البته از من سوال میشه. میگین که یک موبایل بخرم، مثلا همین چند روز پیش من این سوال از من پرسیده شد که یک آیفون 13 پرو مکس بخرم یا یک دوربین بخرم. کدوم اینا برای شروع فعالیت تولید محتوا بر من مناسب تره؟ چه موبایل چه دوربین، شما باید در واقع نکات مثبت و منفی هر کدومشون رو بنویسین و بر اساس نیاز خودتون و شرایط خودتون در موردش تصمیم گیری بکنید. با موبایل شروع. اگر شما موبایل بخرین، یکی از نکات مثبتش اینه که یه موبایل خوب گرفتین دیگه. دوربین رو شما تو خیابون نمیتونین راحت از تو جیبتون در بیارین و فوری عکس بگیرین و فیلم بگیرین. حتما این چیز اضافه باید همراهتون باشه، ولی این همیشه همراهتونه. این یک پوان منفی برای دوربینه و یک پوان مثبت برای موبایل. البته اگر جزء بعضی از افراد مثل دوستان من بهنام باشین که دوربینش مثل موبایل همیشه همراهشه، بحث فرق میکنه، ولی ما انسان‌های عادی رو در موردش صحبت میکنیم. مورد دوم اینه که شما وقتی با موبایل فیلم بگیرین، اگر پروداکشنتون و تولیدتون خیلی حرفه‌ای نیست، سعی می‌کنید تولید محتوا بکنید و آپلودش بکنین هر جایی، با نرم افزارهای خود گوشی به راحتی میتونین این کار رو انجام بدین. ولی وقتی شما با دوربین میخواین کار بکنین، حتما یک مرحله انتقال اطلاعات به نرم افزار کامپیوتری هست. اونجا باید ادیتتون انجام بدین، یک خروجی بگیرین، حالا مجددا بریزین تو گوشیتون یا نه با کامپیوتر دوباره آپلود بکنین. ورک فلوی شما و فرایند تهیه تصویر تا تهیه خروجیتون توی گوشی، اگر همش تو گوشی انجام بشه، بسیار سریع‌تره. توی دوربین بسیار زمانگیرتر هستش. مرحله بعدی ادیتشه. شما نمیتونید ادیتی که با موبایل انجام میدین رو مقایسه بکنین با ادیتی که با نرم افزار کامپیوتری انجام. قابلیت هایی که توی نرم افزارهای کامپیوتر هستش، با اینکه اینم خیلی پیشرفت کرده، ولی قابل مقایسه نیست اونقدر که دستتون اونجا بازه. پس باز برمیگردیم به اینکه پروداکشنتون، خروجی نهاییتون در حد یه پست اینستاگرام و پیج شخصیتونه، یک استوری برای پیج شخصیتونه، یا نه برای مشتری دارید سفارش تهیه میکنید، برای مشتری دارید ویدیو تولید میکنید، یا دارید فیلم آموزشی تولید میکنید. مطلب بعدی بحث نورپردازی هست و کیفیت تصویر. ببینید این مطلب خیلی مهمیه. وقتی در مورد کیفیت تصویر حرف میزنم، در مورد رنگ و نور و تعداد پیکسل ها و مگاپیکسل و ابعاد و اینا اصلا حرف نمیزنم. در مورد استفاده از قابلیت هایی که لنز به شما میده. شما عمق میدانتون رو به راحتی با لنز میتونید کم و زیاد بکنید. فاصله کانونیتون رو حالا تو خیلی از لنزها میتونید تغییر بدین. لنزهایی که پرایم نیستن، یه لنز پرایم و فیکس رو اگر ندیدین لینکشو بالا میذارم، حتما ببینید. شما نمیتونید عمق میدانتون رو به راحتی با موبایل عوض بکنید. تو گوشی‌های جدید به صورت نرم افزاری و فیک این اتفاق میفته. مثلا تو آیفون توی سینماتیک مود این اتفاق میتونه بیفته، ولی خیلی تفاوت داره با عمق میدانی که لنز دوربین به شما میده. لنزی که مثلا با f1.7 1.8 2.8 حتی قابل مقایسه نیست. رنگ و نوری که توی گوشی رنگ و نور خوبی به شما میده، ولی شما کنترل زیادی روش ندارید، مگر اینکه برید نرم افزارهای تصویربرداری، مثلا بعضیش هم گرون قیمته، واسه گوشیتون تهیه بکنید از استورهایی که حالا مربوط به گوشیتونه، که بتونین یک سری قابلیت ها رو، اون هم نه به صورت در واقع پرکتیکال و واقعی، به صورت مصنوعی یک سری چیزها رو کم و زیاد کنید. ایزو رو کم بکنید، مثلا وایت بالانس رو بالا پایین بکنید. اینها رو تا حد کمی دستتون بازه. ولی توی دوربین اصلا شما دیگه هر کاری بخواید میتونید انجام بدید. الان که اول آبان 1402 هسته، شما با یه عددی مثلا 40 تومن شما یه دونه مثلا آیفون 13
معمولی مثل این مثلا میتونیم بگیریم برای شروع دیگه. ولی لنز این رو شما نمیتونین عوض بکنید. شما اون لنز F50 عددی $50 هستن، 50-60 دلار، 2 میلیون 500 3 میلیون تومان، نه 4 میلیون تومان. اون لنز رو میتونید باز بکنید به یک لنز بهتر بخرید ببندید روی دوربینتون، یعنی قابلیت ارتقا با هزینه های کمتری شما روی دوربین دارید، ولی روی موبایل این قابلیت ارتقا وجود نداره. الان با بک تو موبایل نگاه کرد، کنون 250D رو با یه لنز 50 با این حدود 40 تومن میشه تهیه کرد. لنزای دوربینای کنون 4 رقمیاش خیلی ابتداییان، 3 رقمی ها یه خورده میان رده میشن، 2 رقمی ها بهتر میشن، تک رقمی هم که دوربینای حرفه‌ایشون هستن اون کد عددیش یه رقمی تا 4 رقمی داره. لنزا هست که به گوشی اضافه میشه، ماکرو میکنه، وایت میکنه، کلر میکنه. منم یه چیزی دارم ماکرو اکس گرفتم. ببینم این با آیفون 11 لنز ماکرویی که روی آیفون 11 اینا که کلیپسی به سر گوشی وصل میشن. من هیچ وقت سراغ اینا نمیرم، چون ببین دارم میگم افراد مختلف متفاوتن. من تولید محتواییه که یا برای مشتری داره انجام میشه، پس باید با بالاترین کیفیت ممکن انجام بشه، چون در قبالش دارم پول دریافت میکنم، یا دارم فیلم آموزشی برای مخاطبین خودم درست میکنم که تلاشم اینه که با بالاترین کیفیت تولید بکنم. از توی این جدولی که الان من در موردش صحبت کردم تصمیم بگیرید که شما توی کدوم یکی از دسته افرادی هستین که میخواین تولید محتوا بکنید. ممکنه شما جزء اون دسته از افرادی باشین که خریدن دوربین و لنز برای شما بهترین انتخابه و استفاده از موبایل برای شما انتخاب خوبی نیست. در چه صورتی شما جزء اینها هستین که باید اینو بگیرین و اینو نگیرین، از این استفاده نکنین؟ اگر میخواین تولید محتوای حرفه‌ای انجام بدین که کیفیت براتون مهمه، سرعت انجام کار درجه بعدی اهمیته و در واقع زمانی هم که میذارید برای تدوین و تولیدش هم اینم آمادگیشو دارید که براش زمان بذارید. اما خروجی یه کار با کیفیت خیلی خوب که چه برای مخاطب آنلاینتون چه برای مشتری که پول دریافت کردید. اما اگر نه، شما میخواین تولید محتواتون سریعتر انجام بشه، زمان تولید ویدیو براتون خیلی مهمه که سریع باید ویدیوتون تولید بشه، تولید بکنید تو اینستاگرام بذارین، کیفیت و بحث کارگردانی و اینها تو درجه های بعدی اهمیت هستش، حتما استفاده از موبایل براتون در واقع مناسب تر هستش. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. اگر سوالی از من داشتین توی کامنت های اینستاگرام بپرسین، توی دایرکت اینستاگرام بپرسین. اما سریع ترین راهی که میتونین سوالاتون رو بپرسین اینه که ایمیل بکنین. هم توی آپارات هم توی یوتیوب آدرس ایمیل خودم رو نوشتم. اگر سوالی داشتین اونجا میتونین ایمیل بفرستین. اگر عکسی تصویری گرفتین و می‌خواستین در موردش نظر بپرسین اونجا میتونین برای من بفرستین. اینستاگرام ممکنه با تأخیر پیام ها رو ببینم. دمتون گرم. توی ویدیوهای بعدی میبینمتون.